سلام دوستان، خوش اومدید به یک ویدیو دیگه. امروز میخوایم درباره لیت پروتکل صحبت کنیم و ببینیم که جایگاهش در دنیای وب 3 و بلاکچین چی است و چه مشکل بزرگی رو داره حل میکنه برامون. اول اینکه CTOش کریس کاسانوه که در واقع من لینک یوتیوبش هم اینجا گذاشتم. تو یوتیوبش حالا خیلی فعالیت نداره، 3 تا کلا ویدیو بیشتر نیست، ولی در واقع مثلا تو چنل های ایس گلوبال و جایی که رفته در لیت پروتکل صحبت کرده، یعنی همیشه ایشون هستش که به عنوان نماینده لیت پروتکل میره صحبت کنه. من خیلی کس خاص دیگه این رو ندیدم توی ارائه ها و برای فرد مهمی هستن. و اگر بخوام من لیت پروتکل رو به زبون خیلی ساده توضیح بدم، حالا بعد وارد پیچیدگیاش بشیم، این رو میخوام بهتون نشون بدم که ببینید ما یک دیتایی داریم، میخوایم یه جایی ذخیره بکنیم. خب مشکل ما قبلا چی بود در دنیای وب 2؟ اینکه آقا یک سروری هست که سنترالایزه، مثلا دیتای من داخل فیسبوکه، سرورش سنترالایزه، پس من بهش اعتماد ندارم، ممکنه دیتای من رو برداره و ازش سوء استفاده بشه یا چه. نهایتا رسیدیم به این که میخوایم دیتا رو به صورت دیسنترالایز ذخیره بکنیم و یه چیزی وجود داره به اسم IPFS که یک استوریج دیسنترالایز هست، یعنی یک جایی که میتونی دیتا رو ذخیره بکنی به صورت دیسنترالایز، یعنی کلی نود IPFS داریم و حالا با یه مکانیزمی اینا ذخیره سازی رو دارن انجام میدن که حالا درباره IPFS اگه میخوای بدونی ویدیوی بعدیم قرار این باشه. خب اینجا توی IPFS میای دیتات رو قرار میدی. IPFS پابلیکه. خب البته که ما یک پرایوت IPFS هم داریم که اون میتونه در واقع افراد میتونن بیان یک شبکه‌ای برای خودشون تشکیل بدن و یک IPFS پرایوت داشته باشن، هر کسی نمیتونه واردش دیتا بذاره. ولی در کل الان IPFS پابلیکی که داریم به صورت عمومی است، همه میتونن توش دیتا بذارن و دیتا رو هم در واقع به صورت پابلیک داشته باشن، ببینن. یه جورایی ما از این بابت که دیتامون به صورت دیسنترالایز داره ذخیره میشه خیالمون راحت شده، ولی از این بابت که حریم ما حفظ میشه، این دیتا حفظ میشه، اگه دیتای محرمانه ای باشه توی IPFS دیگه این داستان رو ما نداریم، چون دیتا پابلیک همه میتونن دسترسی داشته باشن. حالا لیت پروتکل میاد اینجا چیکار میکنه؟ میگه آقا شما دیتات رو بیا به من بده و بعد من یک سری مکانیزمی دارم برای اینکریپت کردن یا رمزنگاری دیتای شما. یعنی دیتا رو بدی، من میتونم رمزنگاریش کنم. حالا یا میتونم داخل همین شبکه در واقع لیت ذخیره بکنم، چون خود شبکه لیت هم دیتا رو ذخیره میکنه، یا اینکه شما نه، خودت یه راست ببر این دیتای اینکریپت شده رو داخل IPFS بذار. هر کی هم اومد این دیتا رو دید، خب اینکریپت شده دیگه. اینکریپت که میدونی یعنی چی؟ رمزنگاری وقتی شده یه چیزی یعنی هششه، یعنی یه سری حرفه که نامعلومه، مشخص نیست چیه، و اون یه کلیدیه که اگر اون رو ترکیب بکنی با مثلا کی یا ولت کسی که این دیتا رو اینکریپت کرده، میتونی دیکریپتش رو بگیری. دیکریپت هم یعنی بازگشایی کردن دیگه، بازگشایی کردن رمز. پس دیتا رو میدیم به لیت رمزنگاریش میکنه و رمزنگاری این رو حالا میگه دست خودت، یا بده من نگه دارم دیتات رو یا بده IPFS نگه داره، هر دومون هم دیسنترالایزیم. این کلیت کاریه که لیت پروتکل داره انجام میده و ما دیگه از این بابت خیالمون راحته. حالا برای بحث دیکریپشن چیکار میکنه؟ دیکریپشن یعنی بازگشایی رمز، یعنی ما دیتامون رو اینکریپت کردیم، خب حالا میخوایم از لیت دیتامون رو دیکریپت شده بگیریم. خب لیت یه سری مکانیزم داره، میگه هر کسی که نمیتونه دیتای تو رو دیکریپت کنه مشخصا، وگرنه که همون IPFS بودی، انگار پابلیک کرده. چه کسایی میتونن به این دیتای تو دسترسی داشته باشن و اصطلاحاً دیکریپتش بکنن؟
یه سری اکسس کنترل داری. یعنی چی؟ ببین یکی از کارهایی که میکنه اینه که یه شبکه از نودها ساخته که خدمات مدیریت کلیدها رو به ما میدن. چیکار میکنه؟ Decentralized Access Control. Access Control رو به صورت Decentralized بهت میده. یعنی حتی یک کسی اون پشت لیت نشسته بگه آقا خب تو اومدی تو پس ولتت با چه میدونم ولتت با کسی که اینو دیکریپت کرد اینکریپت کرد یکیه، پس ما دیتا رو بهت میدیم دیکریپت کنی. نه، حتی اون مکانیزم اکسس کنترلش هم توسط یه سری نود انجام میشه. یک شبکه ای از نودها انجام میده، برای هم میگه دیسنترالایزه. حالا بر اساس چی؟ بر اساس یک سری آنچین کریدنشال، یعنی یک سری دیتایی که روی آنچینه. آنچین یعنی چی؟ یعنی رو بلاکچینه. خب روی دیتایی هم رو بلاکچین باشه، حالا رو هر بلاکچینی قابل تغییر نیست دیگه. مثلا چی؟ مثلا اینکه طرف یه ولت آدرس خاصی رو داشته باشه. مثلا شما میگی اگر این ولت آدرس اومد، اینو دیتا رو دیکریپت کن بهش بده. یا مثلا میگی که حداقل 1/10 اتریوم توی ولتش داشته باشه، اون وقت ما میتونیم بدیم این دیتا رو بهش. یا اینکه عضوی از یک داو باشه، Decentralized Autonomous Organization. یا اینکه یک NFT خاصی رو داشته باشه توی ولتش. شما مثلا یه NFT داشته باشه، خب میره تو ولت دیگه، یه چیز آنچین مشخصه، همه میدونن که این NFT مال چه ولتیه، قابل تغییر هم نیست. اینو حالا چک میکنه، میگه خب طرف مثلا شاید فلان NFT رو داشته باشه، ما دیکریپتش رو بهش میدیم. یا اینکه مثلا فانکشن کال، نتیجه فانکشن کال یک اسمارت کانترکتی، خب بازم اون اسمارت کانترکت دیپلوی شده، آنچینه و قابل تغییر نیست، دیتا ثابته. پس میتونه مثلا پیچیدگی‌های بیشتری هم داشته باشه. شما با عنوان دیولپر میتونی این رو در واقع خودت انتخاب کنی. بگی آره من در واقع دوست دارم که مثلا توی دپ من اومد، تو اپلیکیشن من اومد، فلان دیتا رو خواست اینکریپت کنه، من با لیت اینو انجام میدم، ولی من انتخاب میکنم که بر چه اساسی این دیتا دیکریپت بشه و مثلا افرادی که این کارها رو توی اپلیکیشن من مثلا انجام دادن میتونن نهایتا این دیتا رو دیکریپت کنن و بهش دسترسی داشته باشن. اما درباره اون مکانیزم دیسنترالایز اکسس کنترلی که بهتون گفتم، اینجا دقت کن. شما تصور کن که لیت پروتکل الان یک شبکه‌ای تشکیل داده از 30 تا نود. اینا نودامون هستن، حالا به یه طریقی به هم دیگه هم وصل شدن. میگه ترشهولدم 2/3. ترشهولد چیه؟ یعنی آستانه. دقت کنی لیت پروتکل بر اساس ترشهولد کریپتوگرافی نوشته شده و اصلا خود این آقای کریس کاسانو در واقع خیلی ابراز علاقه میکنه به ترشهولد کریپتوگرافی. میگه خیلی چیز قوی هست، من خیلی دوستش دارم و کلا لیت پروتکل ما بر این اساس ساختیم که در واقع این نودها یه ترشهولدی دارن، مثلا 2/3. خب 2/3 30 میشه 20. یعنی اگر 20 تا حداقل 20 تا از این نودها به یک نظر مشترک برسن، ما اون نظر رو نهایتاً قبول میکنیم. یعنی اگر اینها بالای 20 تاشون تصمیم بگیرن که فلان دیتا رو دیکریپت کنیم برای فلان فرد، خب پس این دیکریپت انجام میشه و دیتا به فرد داده میشه، وگرنه این انجام نمیشه. و خب اینم دیسنترالایز، یعنی اگر طرف بخواد این شبکه رو هک کنه، باید 20 تا از حداقل 20 تا از نودها رو هک کنه، یه جورایی یه سلطه‌ای به روی شبکه داشته باشی که خب امکان پذیر نیست دیگه. مثل همون داستان بلاکچین و بیت کوین و اینها هست دیگه. اگر که بالای 51% اتک رو داشتیم دیگه، بالای 51% اینا دسترسی داشته باشن به نودها، خب کلشو گرفتن دیگه. خب دوستان ببینید این یه کلیتی بود از لیت پروتکل.
بریم وبسایتش هم یه سر بزنیم. خب ببین لیت پروتکل این وبسایتش هست. حالا صفحه اولش که هیچی، ما باید بریم قطعا به عنوان دیولوپر توی داکیومنتیشنش. اینجا خب به صورت کامل توضیح داده. یه سری استیکی داره، مثلا یه سری استیکی برای اینکریپشن داره، برای اتنتیکیشن داره، بعد برای دیکریپشن داره و خب بعدم میگه شما یا میتونی این دیتا رو داخل خود لیت بذاری یا داخل IPFS. الان در واقع من یه دمو از لیت دارم اینجا. در واقع اینجا ما کانفیگ کردیم لیت رو و نهایتا من اینجا میخوام یک فایلی رو با استفاده از لیت استیکی اینکریپت کنم، بعدش هم دیکریپت کنم. خب شما ببینین الان من یک فایلی رو آپلود میکنم اینجا، مثلا اینکریپتش میکنم. این در واقع دیتیل فایل هست که این اسمشه، سایزشه و موارد دیگه هم اینکریپتد سیمتریک کیشه که کی هستش که نشون داده میشه در واقع بدین شکل رمزنگاری شده که من میتونم اینجا دیکریپتش هم انجام بدم و الان دقت کنید که دیکریپت شد و مقدار بایتش رو داد. اگر مسیج بود در جا استرینگی که ما اینکریپت کردیم رو میداد بهمون. خب خیلی ممنونم دوستان که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین. اگر سوالی در رابطه با لیت پروتکل داشتید حتما این زیر برام کامنت کنین و حتما به داکش سر بزنید. خیلی استیکی های قوی داره و حالا یکی از کارهایی که ما کردیم سرامیک اینتگریشنش هست که با سرامیک نتورک تونستیم اتصال لیت رو برقرار بکنیم و یه چیزایی رو اینکریپت بکنیم و بعد داخل سرامیک بذاریم. لیت پروتکل خیلی عنصر مهمی هستش و رقیب خیلی قوی من ندیدم داشته باشه فعلا تا حالا و حتما به عنوان یک بلاکچین دیولپر از شما انتظار میره که با این پروتکل حداقل آشنایی داشته باشید. حتما اگه این ویدیو چیزی بهتون اضافه کرد لطفا لایک بکنید. این باعث میشه که در واقع الگوریتم یوتیوب این ویدیو رو به بقیه هم پیشنهاد بکنه. اگر فکر می‌کنید ویدیو خوبی بود لایکش کن. خیلی ممنونم. خداحافظ.